شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. این حلقه 13مین ما از آموزش مسائل ماه مبارک رمضان است و البته در این حلقه ما مسئله از مسائلی که در حلقه های گذشته به شما عموما ذکر شده است، این مسئله را بار دیگر با شرح، با توضیح با یک وسیع کرد به شما میفهمانیم. بارک الله فیکم. مسئله که امروز در صدد آن به شما صحبت میکنیم، روزه‌داری یا روزه‌خوری حامله، زنی که حامله است، در جنینش کودک دارد، و زنی که مرضع هست، یعنی زنی که کودک دارد و به همین کودک تولد شده اش شیر میدهد. بارک الله فیکم. پس زن چند نمود است؟ زنی که سالمه هست، کودک هم ندارد، حائضه هم نیست، حامله هم نیست، شیر هم نمیدهد، در این حالت حتما این زن روزه را میگیرد. اما زنی که چی هست؟ حائضه می شود یا نفاس می شود، یعنی کسل می شود یا که نفاس بعد از تولدش هست، این البته ماه مبارک رمضان را قضا می دارد. بعد از اینکه حیضش خوش می شود می دارد و البته قضا می دارد. اما کس زنی که حیض می بیند یا که نفاس می بیند، نمازش را قضا نمی خواند. زنی که حیض می بیند و نفاس می بیند نمازش را قضا نمی خواند، اما روزه را حتما قضا می دارد. چخیلی که در این مسئله حدیث عایشه رضی الله عنها متفق آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن کنا نأمرنا بقضاء او اداء الرمضان الصوم ولا یأمرنا باداء الصلاه. عایشه رضی الله عنها میگن که پیامبر وقتی که ما حیض میدیدیم، پیامبر ما را امر میکردن که روزه را قضا داریم، اما نماز را برای قضا داشتن امر نمیکردن. اما این حکم برای زنی حائضه هست و زنی که نفاس هست. مسئله باقی میماند زنی که حامله هست، زنی که در شکمش کودک دارد و زنی که کودک را تولد کرده است در حالت شیرخوارگی هست، شیر میدهد. بارک الله فیکم. حکم این دو زن چیست؟ آیا روزه‌داری برای آنها ضرور است یا نیست؟ بارک الله فیکم. در این مسئله علما به 3 مذهب اختلاف میکنند. در مسئله زنی که حامله هست و شیر به کودک شیر میدهد، یا زنی که کودک دارد و به کودک شیر میدهد، آیا روزه میدارد یا که میخورد، روزه را میکشاید؟ در این مسئله علما به 3 مذهب اختلاف کردند. مذهب اول مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، و از صحابگان در این مذهب ابو حنیفه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و بعضی از دیگر صحابگان. این مذهب میگویند که زنی که حامله است و وقتی که روزه می‌دارد به نفسش میترسد، ضعیف میشود، یا به کودکی که در جنینی که در شکم است میترسد روزه داری یعنی ضرر میرساند، روزه را این زن حامله دار میخورد، روزه را میکشاید. اما بعد از این که یک روز
دوباره شرایطش می شود، قوهش پیدا می شود و از همین مشکلی ها، از مشکل حاملگی یا که از شیردهی خلاص می شود، حتما روزه را قضا می دارد. فقط قضا می دارد. طعام نمی دهد، کفاره نمی دهد، فقط قضا می دارد. یک روزش به یک روز قضا می دارد. 30 روز روزه را به خاطر حاملگی بودنش یا به خاطر شیرده بودنش خورد، از این می برد که 30 روز دیگر در روزهایی که از مشکلی خلاص می شود، حتما در روزهایی که قوه اش هست، به خودش یا کودکش نمی ترسد، این روزه را می دارد. و این مذهب مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و از صحابگان مذهب علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می باشد. و مذهب دیگر در این مسئله می گویند اگر زنی حامله دار و زنی که کودک دارد و به کودک شیر می دهد، زنی که کودک شیرخواره دارد، به نفسش ترسد، یعنی هر دوی این نمود زن حامله دار و زنی که شیرده هست ترسد، یعنی ضعیف بودنش به این یا کسل شدنش، اگر روزه دارد زن شیرده فکر کند که کسل می شود یا که بی قوت می شود، ضعیف می شود، عموما به نفسش ترسد، در این حالت فقط قضا می دارد، روزه را می خورد، اما در ماه‌های دیگر روزه را حتما قضا می دارد، به یک روزش یک روز روزه می دارد. و اگر این زن به خودش نترسد، ببینید در اینجا مسئله را دقت دید، این زن حامله یا زنی که شیرده هست، فرزند کودک شیرخواره دارد، اگر به خودش نترسد، گوید که من قوی هستم، اما اگر من روزه را دارم کودکم کسل می شود، کودکم مریض می شود، کودکم ضعیف است یا جنینم کسل است، مثلا دکترها گفته باشند یا که خودش همین را حس کند، در این حالت این زن چی میکند؟ روزه را میخورد و روزه را کشاید. در این حالت هم قضا میدارد و هم به یک روزش یک روز طعام میدهد. ببینید، یعنی زن اگر به خاطر خودش ترسیده روزه را دارد، یک روز به یک روز قضا میدارد، اما اگر به خاطر فرزندش شده روزه را خورد، که گوید این کودکم اگر من روزه دارم اذیت میکشد و به خاطر کودک روزه را بخورد، جایز است، اما هم قضا می‌دارد. 30 روز ماه مبارک رمضان را در ماه‌های دیگر روزه را قضا می‌دارد و حتما هر یک روزش به یک روز طعام می‌دهد. یک مسکین به هر روز به یک روز طعام می‌دهد. بارک الله فیکم. یا پول طعام را می‌دهد. در یک روز 15-20 سومانی مثلا یک نفر یک بار خوردنش. و این مذهب امام شافعی و امام احمد است. و امام جساس انمین سخن را از صحابگان از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کردند. یعنی در این مذهب عبدالله ابن عمر است و در مذهب پیشگذشته علی است. یعنی اگر زن به خودش ترسد، هم به کودکش ترسد، هم به خودش ترسد، در این حالت فقط قضا می‌دارد. اما زن فقط به کودکش ترسد و روزه را کشاید، روزه را خورد، روزه ندارد، در این حالت هم قضا هم طعام می‌دهد، برای اینکه به خاطر کودکش روزه را خورد. مذهب سوم این فقط طعام دادن، یعنی اگر یک زنی که حامله است و یک زنی که شیرخواره کودک دارد و روزه را خورد، آیا قضا می‌دارد یا نمی‌دارد؟ در این حالت مذهب سوم میگویند که فقط طعام می‌دهد، قضا نمی‌دارد. یعنی از ماه‌های دیگر فقط طعام می‌دهد و برای اون قضایی نیست. و در این مذهب بعضی از صحابگان وجود دارند. در این صحابگان عبدالله ابن عباس هستند. این مذهبی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هستند. و ابن قدامه در کتاب مغنی هم اگر مجلد 3 بابی مثلا روزه رو نگاه کنید، والله اعلم صفحه 37 تا صفحه 45-50، در اینجا عبدالله ابن عمر را هم رضی الله عنه میگن که در همین مذهب است. در مغنی ابن قدامه المقدسی میگن که عبدالله ابن عمر ابن عباس میگویند که زن حامله و زنی که شیرخواره هست، یک کودک دارد، روزه را کشاید، روزه ندارد، فقط طعام دهد، روزه قضا داشتنش جایز یا که شرط نیست. و همین روایت را از عبدالله ابن عباس ابو داوود رحمه الله در کتاب سننشان ذکر کردند. و البته عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر در این مسئله حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خودشان روایت نوردند و حدیثی که در این مسئله آمده است اگر آمده باشد ضعیف است. در این مسئله اگر از عبدالله ابن عباس یا که عبدالله ابن عمر حدیث اومده باشد ضعیف است. عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر حدیثی را روایت نکردند، چرا که این مسئله اجتهادی قیاسی است. مسئله اجتهادی قیاسی است. از عبدالله ابن عباس روایت آمده است که در مسئله شرح آیت قرآن میگن که وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسکین، و کسانی که
طاقت روزگیری ماه مبارک رمضان را ندارند فدیه طعام مسکین میدهند. یعنی به هر یک روزش یک آدم مسکین به طعام میدهند. کسی که قدرت ندارد به مانند شیخ کبیر، یک آدمی که پیر شده است یا یک زنی که پیر شده است و طاقت روزه‌داری ندارد، اینها روزه را میکشاید، روزه را میخورد و به هر یک روزشون یک مسکین به چی میکنند؟ یک مسکین به روزه میدهند. و این چنین میگند زنی کودک در جنینش بوده حامله یا زنی شیرده مثل این کمپیر پیرانسالی مرد یا زن مثل اینها هست. یعنی قیاس میکنند. عبدالله ابن عباس هم عبدالله ابن عمر هم اگر در این مسئله بگویم قیاس میکنند. چی میکنند؟ در حالتی به خودش ترسیدن، در حالتی که ترسد از روزه‌داری، ترسد حامله یا که زنی مرضع، زنی که کودک شیرخواره دارد، در این حالت روزه رو میکشاید مثل آدم پیر. این هم فقط طعام میدهد. میگن که ابو داود این را ذکر کرده اند و امام نووی این روایت را اسنادش رو حسن میگن. از عبدالله ابن عباس این روایت رو حسن میگن، لیکن این اجتهاد عبدالله ابن حسن خودشان هست و این قیاس است. و این روایت را بازار هم آورده اند. و کان ابن عباس یقول لام ولد لا حبل له حبل وانت بمنزله التي لا تتقف عليك المداع ولا قضاء عليك. و این روایت هم مثل روایت پیش گذشته است. دور قطنی روایت کردن، اسنادش را صحیح میگن. لیکن این مسئله با همین تمام نمیشد. ما قول راجح رو به شما ذکر میکنیم. یعنی به شما در مسئله زن حامله و زنی که کودک شیرده دارد، در مسئله روزه را کشودنش و قضا داشتنش سه تا سخن رو گفتیم. سخنی قول اول مذهب ابو حنیفه که مذهب علی رضی الله عنه هستند. علی هم همین قول رو گفتند. یعنی ابو حنیفه به علی رضی الله عنه پیرو شده اند. کسی که روزه را خورد به سبب حاملگی یا به سبب شیردگی، در این حالت فقط قضا می‌دارد. مذهب دوم مذهب شافعی و احمد ابن حنبلی میگویند که کسی که به خاطر ترس خودش یا به خاطر ترس خودش و کودکش روزه را کشاید و نخورد، در این حالت قضا می‌دارد. اما زنی که فقط به خاطر کودکش در روزه را میکشاید، روزه را میخورد، ترس از کودکش، در این حالت چی میکند؟ حتما هم روزه را قضا می‌دارد و هم چی میکند؟ این طعام می‌دهد. و مذهب سوم مذهب عبدالله ابن عباس است و به گفته ابن قدامه المقدسی رضی الله عنه در مغنی مجله سوم که ابن عمر هم این سخن را گفتند، روزه را قضا نمی‌دارد، فقط طعام می‌دهد. دلیل قول اول، یعنی کسانی گفتند که کسی زنی که حامله است و زنی که کودک شیرده دارد اگر روزه را کشاید، روزه را خورد، روزه ندارد، حتما قضا می‌دارد. دلیلشون چی است؟ دلیلشون روایت نسائی است. امام نسائی رحمه الله در سننشون از انس ابن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و نبی صلی الله علیه و روایت میگن که ان الله وضع عن المسافر نصف الصلاه والصوم وعن الحبل والمرضع. و این روایت را امام البانی در شرح صحیح سنن یعنی در صحیح سنن نسائی صحیح می‌نامند. امام البانی این روایت را صحیح می‌کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که الله هر آینه، الله رب العزت و الجلال برای مسافر و کسی که مسافر شده است چی کرده است؟ نصف نماز را فرض کرده است. یعنی کسی که مسافر می شود نماز 4 رکعت را 2 رکعت می خواند و این چنین روزه را اختیار گذاشته است. کسی که مسافر است روزه را اختیارا می دارد یا نمی دارد فرقی ندارد، دارد افضل است. و این چنین میگن کسی که حبلا است، یعنی کسی که جنین دارد، کسی که حامله است، و این چون کسی که مرضع هست، یعنی کسی که شیرده هست، زنی که شیر به کودکش میدهد، هر دوی این هم مثل مسافر است. یعنی اگر به سبب مسافری کس روزه را ندارد، حتما در روزهای مقیم شدنش باید دارد، فرض است. این چونین زنی حامله و زنی شیرده اگر روزه را به خاطر حامله بودنش یا به خاطر کودک شیرخور داشتنش روزه را ندارد، حتما بعد از این که از این مشکلی خلاص می شود روزه را می دارد و مثل مسافر است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم زنی حامله و زنی مرضع شیردهنده را قیاس به چی کردن؟ به مسافر کردن. و این حدیث از انس ابن مالک روایت است، در سنن آمده است و مهمش این که شیخ البانی و محدثین این حدیث را روایت را صحیح کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم حامل زن حامله و حکم مرضع زن شیردهنده را به مانند مسافر کردند. و مسافر معروف است که
روزه داشتنش هم ممکن است، روزه خوردنش هم ممکن است. این چنین حامله و مرضع روزه داشتنش هم ممکن است، روزه خوردنش هم ممکن است اگر تواند. اما اگر روزه رو خورد ندارد حتما قضا می‌دارد. و این مسئله رو ببینید در مسئله احکام الجساس. امام جساس در احکام القرآن ذکر کردند. احکام القرآن جساس. و دلیل دوم این است که کسی که برای روزه داشتن روزه رو قضا داشتن حامله و مرضع، دلیل دوم قیاس است. قیاس به مریض. انسانی که مریض هست، انسانی که کسل هست و امید دارد که این کسلیش درست می شود، مثلا کسی که جراحی شده است، کسی که معدهش مریض است و کسی که عموما درد گلو شده است یا درد دهان شده است، روزه رو اگر بخورد حتما در روزهای صحتیش این روزه رو قضا می دارد. این چنین زن حامله و زن شیرده حتما چی میکند؟ مثل همین مریض روزه رو قضا می دارد. و نگرید همین مسئله رو در مغنی، کتاب مغنی مجموعه، یا که در مغنی مجله سوم صفحه 37 یا که مجموعه الفتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه مجله ششم صفحه 273. و همین سخن را بسیاری از علما قبول کردند. یعنی همین سخن صحیح است. یعنی حامله باید و زن شیرده باید هر دوش قضا دارد. و حکم حامله و حکم زن مرضع شیرده حکمش به مانند مریض است و حکمش به مانند مسافر است. هر وقت که به اینها زن حامله و زن مرضع شیرده اند وزمینی میکند روزه رو میخورند، وقتی که وزمینی نمیکند روزه رو میدارند، وقتی که روزه رو خوردن حتما قضا میدارند. اگر قدرت پیدا کردند قضا رو میدارند. بارک الله فیکم. و اما مذهب ابن عباس رضی الله عنهما یا با یک روایت هم روایت ابن قدامه المقدسی در مغنی میکند، هم مذهب ابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهما این مذهب مرجوح است. این سخن را علما گفتند به مانند شیخ ابن باز رحمه الله، میگن که این سخن مرجوح است. یعنی این مذهب مرجوح است. قیاسی که صحابگان در این مسئله کردند با سخن جمهور صحابگان چی مخالف است. یعنی در این مسئله ما سخن جمهور صحابگان را میگیریم. سخن جمهور صحابه این است که قیاس یعنی به مریض به مسافر است باید روزه را قضا دارد. و همین سخن را ابن باز رحمه الله قبول کردند. در مجموعه الفتاوا ابن باز مجله 1525 صفحه میتونید که دریافت کنید. بارک الله فیکم. و این چونین شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگویند که در این مسئله قول راجح در نزد من این است که زن حامله و زن مرضع به مانند مریض است و به مانند مسافر است و به ویها لازم است، یعنی به زن حامله و به زن شیرده لازم است که حتما قضای روزه را دارند. و قولی که از ابن عباس و ابن عمر در بعض روایت ها آمده است، این چی میگن؟ قول ضعیف است. بارک الله فیکم. و لجنت الدائمه که علمای کبار در آنجا فتوا میدهند در سعودی میگن که اما الحامل فیجب علیها الصوم، یعنی زنی که حامل است بر وی روزه داری واجب است، حتما باید روزه را دارد. اما در حالتی که ترسد، به خودش ترسد، به جنینش ترسد، در این حالت به وی افطار کردن جایز است. اما بعد از این که از همین مشکلی به پایان میرسد، مشکلیش نابود میشود، حتما باید قضا را دارد، قضا داشتنش جایز است و با طعام دادن خلاص نمیشود. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوارم بارک الله فیکم، قول صحیح این قولی که است مذهب عبدالله ابن عمر و مذهب علی رضی الله عنه و جمهور صحابه است. و این چنین مذهب جمهور علما از مذهب ابو حنیفه و مذهب شافعی و مذهب احمد ابن حنبل همین قول صحیح است. یعنی از صحابگان عبدالله ابن عمر و علی و این چنین صحابگان جمهور، زیاد از صحابگان، و از مذاهب ها مذهب احمد ابن حنبل، شافعی و ابو حنیفه رحمت الله علیه که میگویند کسی که زن حامله که یا زن شیر دهنده که به کودک شیرخواره دارد و شیر میدهد، اگر به نفسش ترسد و به کودکش ترسد، در این حالت فقط قضا میدارد، به هر یک روزش یک روز قضا میدارد. وقتی که از این مشکلی دور میشود و مشکلیش پایان مییابد. اما وقتی که زن حامله و زن شیر دهنده که کودک شیرخوار دارد، در این حالت فقط به کودکش ترسد، به خودش نه به کودکش ترسد، هم روزه رو قضا میدارد، هم طعام هر یک روزش به یک روز طعام به مسکین میدهد. و این قول راجح است و
ما زن حامله و زن شیردهنده را قیاس به مسافر و به زنی یا که به کسل میکنیم، به مسافر به کسل و مریض قیاس میکنیم و با همین این مسئله به پایان رفت. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و این بود قول راجح در این مسئله، یعنی حامله و زن شیردهنده حتما روزه رو باید قضا دارد. امسال نتوان سال دیگر عموما نوشته ماند یک جا و روزه رو قضا دارد. و به شما بیان شد که البته قول دیگر هم هست، قول دیگر هم هست. برای همین ما به شما وقتی که به سوالتون جواب میدهیم یا مسئله رو بیان میکنیم 4 مذهب یا چند مذهب باشد همش رو ذکر میکنیم تا که بعد از این قول درست رو ذکر کنیم. فقط یک مذهب رو ذکر کنیم و همین مذهب رو قول راجح گوییم، روز دیگر به شما کسی دیگر مذهب رو گوید فتنه به پای، یعنی به شما شبهه می آید، مشکلی می آید، به بار دیگر سوال میدید. اما وقتی که ما تمام مذهب رو گفتیم و قول راجح رو گفتیم الحمدلله رب العالمین به همین اشکال به پایان میرسد. پس سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.